غم انگیزترین سکانس های سریال های ترکی. شماره 1 کارا سفدا. یه پایان تلخ واسه یه عشق بی حد و مرز. عامر شوهر اوکیا که میدونست فقط مرگ میتونه کمال و اوکیا رو از هم جدا کنه، تصمیم به کشتن کمال گرفت، اونم به بدترین شکل ممکن، منفجر کردن کمال جلوی چشمای عاشق اوکیا. شماره 2 سریال چوکور یا گودال. یعنی گودال دیگه قراره چی از یاماچ بگیره؟ سنا جلوی چشمای یاماچ توی آب خفه میشه و یاماچ نمیتونه اونو نجات بده. حالا دیگه یاماچ چیزی واسه از دست دادن نداره. شماره 3 سریال غنچه‌های زخمی. اونا فقط 5 تا دوست نیستن، 5 تا خواهرن که با هم تو یتیم خونه آشنا شدن و حالا دست سرنوشت یکی از اونا رو به کام مرگ میکشه. سوگل میمیره و دخترش رو برای دوستاش به یادگار میذاره. شماره 4 سریال کوزگون. دیلا همه تلاش خودشو میکنه که عشقشو از تاریکی که داخلش گرفتار شده نجات بده، اما خودش هم گرفتار همون سیاهی میشه و ناامید از همه چی جلوی چشمای کوزگون به قلب خودش شلیک میکنه. شماره 5 سریال تو در خانه‌ام را بزن. سرکان و اعداد دیوانه‌وار همو دوست دارن، اما سرکان از حقیقتی باخبر میشه که اونو وادار میکنه توی چشمای عشقش نگاه کنه و به اون بگه همه چیز تمومه. شماره 6 سریال هرجایی یا آواره یا تردید. میران اصلا پی همه زندگیش، حتی عشقش، بر پایه یه انتقام ساخته شده و چی سخت‌تر از این که بفهمی همه زندگی یه دروغ تلخ و بزرگ بوده و کسی که آرزوی کشتنشو داشتی پدر واقعیته. با عضویت در کانال لنز در یوتیوب بهترین ویدیوهای ترکی رو قبل از همه ببینید. شماره 7 سریال دختر سفیر. سنجر با بی‌اعتمادیش به ناره اونو میشکنه، اما اون گیدیزه که همیشه چشم بسته به حرفای ناره اعتماد میکنه و تو سختی‌ها کنارشه. حالا چی میتونه برای گیدیز عاشق دردناکتر از شنیدن خبر نامزدی سنجر و ناره باشه؟ شماره 8 سریال عشق ممنوع. مهند و سمر گرفتار یه عشق ممنوع با یه پایان دردناکن. شلیک سمر به قلب خودش جلوی چشم مهند تو روز عروسی مهند و دختر خوندش نهال. شماره 9 سریال عشق اجاره‌ای. عشق آتشین دفنه و عمر با یه دروغ بزرگ شروع شد. حالا تو روز عروسیشون دفنه همه چیو به عمر اعتراف میکنه و اون روز میشه تلخترین روز عمرشون. شماره 10 سریال سیب ممنوعه. کی فکرشو میکرد رابطه عاشقانه بین کایا و اندرم یه روزی تموم بشه؟ بالاخره کایا هم دووم نیاورد و با گذاشتن یه نامه اندر رو برای همیشه ترک کرد. کانال یوتیوبی لنز مرجع بهترین ویدیوهای ترکی. عضویت یادتون نره. شماره 11 سریال زن.
چی میتونه دردناکتر از شنیدن خبر فوت دوست صمیمیت باشه؟ دوستی که توی همه لحظه‌های سخت زندگی تنها نذاشت و آخرش هم جونش رو برای تو داد. شماره 12 سریال کوزیگونی. علی دوست صمیمی کوزی قربانی یه انتقام فرهاد از کوزی. با مرگ علی یه زخم عمیق و غیر قابل تحمل تو دل کوزی به جا میمونه. شماره 13 سریال دخترم. دمیر دخترش آیکا رو ترک میکنه و اونو با یه دنیا غم و ترس برای رفتن به پرورشگاه روبرو میکنه، اما درست تو لحظه‌های آخر میفهمه که چقدر اون دختر کوچولو رو دوست داره. شماره 14 سریال تصادف. کمیسر قدیر همه زندگیش خلاصه میشه به زن و دخترش، اما متاسفانه جلوی چشمش توی بمبگذاری انتحاری کشته میشن و قدیر میمونه و یه داغ جانسوز. شماره 15 سریال عشق سیاه‌وسفید. فرهاد اصلاً با فکر انتقام از قاتل پدرش یه زندگی سراسر سیاهی برای خودش ساخته، اما یه واقعیت تلخ لحظه انتقام رو به سخت‌ترین لحظه زندگیش تبدیل میکنه. شماره 16 سریال بچه. علی کمال عاشق پسرشه، اما حالا مجبوره با دستای خودش پسرش افه رو با پدر و مادر واقعیش راهی کنه به خونه جدید افه. شماره 17 سریال روزگارانی در چوکوروا. هولیا یامان فقط مادر دمیر نبود، بلکه عشق ناکام علی رحمت و ستون محکمی برای چوکوروا بود. حالا با به قتل رسیدنش نه تنها دمیر بلکه کل چوکوروا عزاداره. شماره 18 سریال دست سرنوشت. قهرمان توی یه تصادف الیف رو از دست میده و چی میتونه غیر قابل باورتر از مرگ عزیزی باشه که هیچی از اونجا چند تا وسیله به جا نمونده. شماره 19 سریال ایزل. حتی مرگ هم نمیتونه به عشق عامر و آیسان پایان بده و بعد از مرگ تلخ آیسان، عامر با خوردن زهر به عشقش ملحق میشه. خب چند تا از این فیلم ها رو دیده بودین؟ با چند تا از این سکانس ها اشک ریخته بودین؟ پیج ما رو دنبال کنید و با لایک و کامنتتون ما رو حمایت کنید.